توی ویدیو قبل به کلمه کانسپت اشاره کردم. توی این ویدیو قصد دارم راجع به کلمه کانسپت بیشتر صحبت کنم. کانسپت به زبان ساده به معنای ماهیت و هویت یک برند. یک سری از عوامل موجب میشن که یک برند به هویت و ماهیت خوبی دست پیدا کنه و توی ذهن مشتری ها بمونه. 5 تا از این ویژگی‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم. مورد اول، منو. منوی شما باید به گونه‌ای باشه که با توجه به لوکیشن بسته شده باشه. مورد دوم، دکور. دکور شما و طراحی که انجام میشه باید با توجه به منوی شما بسته بشه. سومین مورد، ارتباط اجتماعی با مشتری. ارتباطی که با مشتری میگیرید باید کاملا دوستانه، سریع و حرفه‌ای باشه. مورد چهارم، از ظروفی که استفاده میکنید ظروفی باشن که بابت قضیه کانسپت برای مشتری ایجاد خاطره کنن. مورد پنجم، تجربه یونیک. تجربه‌ای که با ارائه یک